خب آقا شروع کنیم. سلام تقی. سلام عرض هدف مخلصم. فدات بشم. مرسی. ممنونم که اینجا حضور زدید، دعوت ما رو قبول کردید. ممنون از شما که دعوت کردید. مرسی. میدونم سرتم خیلی شلوغه با پروژه‌ای که داری، با کارهایی که بزرگی که انجام میدی. دیگه ما الکی مثلا سرمون شلوغ کردیم دیگه، زیادن چیز نیست. الان من داشتم تو ماشین می اومدم، یه بنده خدایی زنگ زده بود به من که آقا ما مثلا پروژه سئو داریم و اینا. بعد خیلی اتفاقی پرسیدم که این شماره منو از کجا گیر آوردی؟ گفت هوش مصنوعی گرفتیم شماره منو. آفرین. خب بعد یعنی ما این هوش مصنوعی چیکار کنیم؟ الان این وضعیتی که داره پیش میره خیلی احساس خطر دارم میکنم. یعنی باید چیکار کرد؟ چه لحاظ احساس خطر داریم ببین الان مثلا دارن میگن که آقا آیا هوش مصنوعی مثلا محتوا نویس، کانتنت مارکت میگه جای من یا نه؟ یه چیزی اینجا هستش، مثلا میایم ما یه دونه داشتم به بچه‌ها توضیح میدادم، میایم میگیم مثلا یه آموزشی میخوایم بذاریم، مثلا کانال تلگرام رو چطوری ایجاد کنیم. معمولا اون چیزی که میگن این خب این مثبت رو بزن، اینجا عکسو بردار، این چیزی که هوش مصنوعی داره مینویسه دیگه، نمیدونم این عنوانو پر کن حالا با لحن‌های متفاوت و این توضیحات رو بزن و اینا. ولی خب امکان داره من فقط اسم کانال رو بزنم، سیوش کنم، بعداً برم عکسو بذارم. اون روایت خودم خیلی تاثیر داره، یعنی روایت باید روایت خودم باشه. ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. من الان دارم وایس میگیرم برای محتوام، تبدیل به متن چپرچلاق میکنم که اتفاقا چون فارسی رو کامل نمیفهمه این ابزار چپرچلاق هم میشه، همونو میدم از نظر نگارشی و اینا درست میکنه، اینو میذارم و داره نتیجه هم میگه، چون لحن منه، تخصص منه، از من به هوش مصنوعی اومده و به عنوان یه ابزاره. این که توی هوش مصنوعی بیایم، اتفاقا GEO دیگه Generative Engine Optimize یه سری جاها خیلی تاثیر داره. یه نکته کوچولو بگم، کافیه بپرسی از هوش مصنوعی سورست کجاست، در مورد کار خودمون ببینید سورسش مشخصه. یه سری از سایت‌های تاپ 10 متاسفانه میخونه، تاپ 10 ها رو یعنی کامل میخونه، ویکی‌پدیا و یوتیوب و سوشالا و اینا براش مهمه. اتفاقا حالا اگه خیلی دیپ بشیم تو GEO، هر کاری که براش انجام میدیم تو همون سئو سنتیمون هم بالا میایم. یعنی این برند منشن و اینا همشون تاثیر میذاره. به نظر من یه جورایی در راستای همن، به شرط اینکه ابزار ببینیم فقط اینا رو. خب الان مثلا ببینید بچه‌ها به کانتنت دایرکت من میپرسن، میگن که آقا این الان ما با مرجع هوش مصنوعی کجا پیدا بکنیم که بتونیم کامل خودمون حرفه‌ای در اون زمینه هوش مصنوعی حرفه‌ای بکنیم و تو ابزار بحث محتوامون استفاده کنیم. الان پیشنهاد خودت چیه؟ ببین اولا نویسنده‌های سنتی ما دیگه از بین رفتن. ما نویسنده متخصص باید داشته باشیم، به خاطر همین روایت خودش، لحن خودش، تخصص خودش، اصطلاحاً EEAT باید رعایت شده باشه. و دو تا پارامتر دیگه هم خیلی مهم شده الان توی اصل هوش مصنوعی، اعتبار پابلیشر، اون وبسایتی که داره پابلیش میکنه، و اعتبار نویسنده و نویسنده بیاد دیگه. حالا نویسنده هایی که 4 تا مثلا سایت رو میخوندن و یه جمع‌بندی میکردن، به نظر من اینا از بین رفتن و چیزی فراتر از AI نمیتونن بگن، حتی لحن متفاوت نمیتونن داشته باشن که بگیم آره یه لحن متفاوت داشته. پس ما در واقع باید اون سنتی هایی که خودشون بروز نکردن حذف شدن، باید برن متخصص بشن. مثلا یکی بره تکنولوژی نویس بشه، صبح تا شب اخبار تکنولوژی رو پیگیری کنه دیگه. مثلا آیفون 17 اومد، واقعا بررسی تخصصی با ذهنیت خودش انجام بده، میتونه روایت ها، لحن های متفاوت داشته. شما همین بازار 400 بری آیفون 16 رو بررسی، هر کی یه چیزی میگه، با اینکه یه دونه محصولن، اینجوری تفاوت ایجاد میشه، تمایز ایجاد میشه. حالا من فکر می‌کنم این موضوع بحث AI تو وب انگلیسی خیلی تاثیرش بیشتر. آره دیگه، الان مثلا AI Overview اونجا فعال هستش، یعنی قبل از اینکه به وبسایت ها برسه داره نشون میده نتایج و جواب ها رو داره میده، ولی خب لینک منبع هم میده. و هدف سئو کار اینجا این شده که تو این لینک های منبع حضور داشته باشه. حالا یه سوال شاید اینو از منظر کارفرماها ببینیم، از اونهایی که در واقع یک بیزینس آنلاین رو طراحی کردن و میخوان بیان نتیجه بگیرن. اگر شما متخصص سئو سوال میپرسن ازت، من کارفرما اگه سایت داشته باشم، بیام مثلا چند تا کلمه بیام فقط بخوام سئو بکنم، آیا ثروتمند میشم؟ این خیلی سواله. سوالیه. ببین من اینو اینجوری بگم، لزوما نه یه متخصص سئو قراره ثروتمند بشه، نه کسی که از خدمات استفاده میکنه. ولی اونی که از خدمات متخصص سئو تجربه خودم استفاده کرده، از خود متخصص سئو
بیشتر برنده است. خب همیشه ولی این عوامل مختلف داره دیگه. اصطلاح همه ما سئو کاراست. آقا کیورداش چی بسته شدن و چه اتفاقاتی افتاده در چگونگی کار. چون ما از چه چیزی به چرا رسیدیم. میدید منظورم چیه؟ مردم چه چیزی سرچ میکنن ولی چرا این سفر رو باید ببینن. یعنی این لندینگامون اینا هم باید عوض بشه. چرا باید این سفر رو ببینه؟ چرا این محصول رو باید بخره؟ چرا توضیحات این محصول رو باید بخونه؟ یه مقدار به اینا فکر کنیم. آره اگه درست کار کنیم ثروتمند حالا مونده به کالاشینا ولی یک مغازه شبانه روزی داره کار میکنه. هر چقدر داد خدا بده برکت. من اینجوری نگاه میکنم هر چقدر داد. پس ما باید بگیم سئو خوبه، باید استفاده بکنن. بله. و حالا دیگه بسته متخصص سئو هستش چقدر اون بیزنس ها بخواد تاثیر داشته باشه به اون. ببین آخه سئو فعلی یه جورایی مارکتینگ، عملاً دیجیتال مارکتینگ داره انجام میشه. یارو میخواد مثلا برند سیگنال باید داشته باشه، سوشالاش باید فعال باشه، توی تاپ 10 ها باشه، برند منشن بشه، فلان بشه، تازه اون اعتبار پابلیشری پیدا بکنه، لحن برند خودش رو حفظ کنه، به عنوان یه برند رفتار بکنه. یکی یه دونه توییت زد بر علیهش سریع بره جواب بده، تو انجمن‌ها در موردش صحبت بکنن، یعنی یه همچین چیزی. یعنی عملاً باید دیجیتال مارکتینگ انجام بده. همشون در یه داستان. خوبش اینه که یه مسیره. دیگه 10 تا مسیر جزیره‌ای نیست. حالا یه موضوعی هم هستش باز اینا هم خیلی ها درگیرن. اما اون از منظر کارفرمایی ما داریم بهش نگاه می‌کنیم. آره. که عمدتاً الان سایت هایی که مثلا با آژانس ما تماس میگیرن و خبرهایی که میاد طرف میگه آقا من سایتمو 3 نفر قبلی کار کردن نتیجه نگرفتیم و مثلا دادم بچه خواهرم سئو کاره. سئو بلده، کار کرده نتیجه نگرفتیم. حالا من خودم به شخصه احساس میکنم فارغ از بحث موضوع این که حالا یک سری متخصصین کاربلد هستن مثل خود و سایر دوستان، یک سری غیر متخصص و سئو کارنما هم در این پروسه جا افتادن. یعنی آره. که سایت ها رو میگیرن یه اتفاقاتی روشون رقم میزنن. خیلی عجیب غریب ما داریم میریم سرچ کنسول، یعنی رفتارهای عجیب غریب، لینک های عجیب غریب که میگه آقا سئو کرده 1 سال سئو که نتیجه نگرفتم. ببین توی پایه خب سئو میتونن یه سری کارا انجام بدن. من یه چیزی میگم، شما اصلا الان هیچی نمیدونی، با همین سایتت وربری به عنوان کارفرما وب مستر این اصلا یه سری رتبه ها میگیره، غیر ممکنه نگیره. وربری فقط باهاش بازی کنی اونجوری که دوست داری بچین. من خیلی ها رو دیدم این شکلی شده. و یه مسئله ای هست به نظر من سمت کارفرماست. یه قسمت کارفرما باید بدونه سئو و دیجیتال مارکتینگ زیر نظر مارکتینگ خودشه. کارفرمایی که نمیدونه اصلا چی داره میفروشه، چرا داره میفروشه، برای کی داره میفروشه، تارگتش چه چیزی هستش، خب اینور با متخصص سئو نتیجه نمیگیره. یه چیزی هم باید متخصص سئو بدونه. اون کارفرمای بیچاره‌ای که اومده اینجا سئو که نمیخواد، یه روز اومده نشسته یه جایی گفته آقا من مغازم پاخورش کم شده، یکی گفته سایت بزن، از سایت رفته زده. بعد گفته خب سایت زدیم چی شد پس چرا نفروخت؟ گفتن خب سایتی که دیده نشه یه صفحه است تو میلیاردها صفحه تو اینترنت. خب بیا مثلا سئو باید انجام بدی. بعد امروز به ما میاد میگه سئو میخوام. اون فروش میخواد. میدونی؟ اصلا نمیدونه سئو چیه، میگه سئو میخوام. و ما میاریم اینو به آمار و ارقام و سرچ کنسول و رتبت رفت بالا و اینا میذاریم، ولی خودمونم فراموش میکنیم و خودش هم فراموش میکنه. اتفاقا بعضیا خودشون هم فراموش میکنن که با تیم‌های مختلف کار کردن. میگه نمودار نشون بده به که آقا من میخواستم بفروشم مثلا این فالوورای اینستاگرام. یه روز ما میایم یه صفحه اینستاگرام باز میکنیم بفروشیم، بعدش عوض میشه، میریم با واینر و اینفلوئنسر کار میکنیم فالوور بیاد، هدف شده فالوور، هدف شده لایک. بابا تو می‌خواستی بفروشی. اینو فراموش میکنیم، چه متخصص و چه کارفرما. من مشکل رو اینجا میبینم. حالا هر کسی میتونه یه سری کارا انجام بده رو سایت تو لول خودش، ولی اینو فراموش نکنیم به نظر من خیلی کلیره. اصلا نظرت اینه که اول خود اون کارفرما که بدونه بابت چی داره از سئو فروش بفروشه دیگه. آقا تو بدون این نمودار چرا حال میده بهت؟ چرا مثلا دیسکاور گرفتی؟ ما روزی 200,000 تا دیسکاور گرفتیم. خب چند تا لید گرفتی؟ چند تا مشتری اومده؟ چند تا زنگخور اومده؟ خودش هم نمیدونه. یعنی اصلا تو آمار و ارقام و اینجور چیزا گم و گور میشه. فقط میره به دوست و رفیقاش کلاس میذاره، میگه من سایتم روزی نمیدونم 5000 تا ورودی داره. حالا اون کارفرما اومد سئو کرد، خب با همون آدم متخصص نمای. سوال اینه
این KPI ها باید کجا بدونه که دقیقاً سایت من داره خوب نتیجه میگیره؟ ببین 2-3 ماه اول طبیعتا سرچ کنسول و اتفاقاتی که داره میفته بالاخره یه سری تغییرات رو باید نشون بده. سئو کار بگه سرعت این بود اینجوریش کردم، این بود اینجوریش کردم، گزارشات میده. تقریبا هم متوجه میشه. الان هم خدا رو شکر هوش مصنوعی اومده، یه فایل پی دی اف همون گزارش رو بده به هوش مصنوعی بگه آها درست داره کار میکنه یا نه. یه چیزایی بالاخره تفهیم میشه. بعد 3 ماه به نظر من نتایج اولیه سئو رو باید ببینه. اگه اینجا نبینه یا خودش اشتباه کرده تو کلماتی که بسته، تارگت هایی که اتفاق افتاده، اصلا به سئو کار یه چیز دیگه داده. چون مثلا میاد من دیدم دیگه الان مثلا تعمیر لوازم تعمیر موبایل میخوام بفروشن، اومده مثلا چطوری گوشی رو هاپسپات آیفون رو نمیدونم چطوری روشن کنیم. چه ربطی داره؟ چطوری تو فکر کردی این میتونه تبدیل به مشتری بشه؟ اصلا کاستمر جرنیت چه جوریه؟ چیکار کردی؟ خب یه سری مفاهیم واقعا صاحب اون بیزینس میدونه. کسی که اینو سرچ میکنه تعمیرکار نیست، اصلا نمیدونه مخاطب هدفش چیه. من میگم یه مقدار خیلی زیادی سمت کارفرماست، یه مقداری هم دست این سئو کار است که اصلا قبول نداره حرف کارفرما رو. یعنی خودش میگه من باید ورودی بگیرم که بیاد بالا، دیگه اون داستان تموم شد. دقیقاً. حالا میخوام این موضوع بحث سئو رو تمام بکنیم، یه ذره بحثای مدیریتی داشته باشیم. آقا الان با چالش نسل زد چه کنیم؟ الان ما در واقع یک سری آدم هستن که خیلی حق به جانبن، من همین هفته داشتم تو مجموعه، خیلی حق به جانبن و واقعا یه کاری که ازشون میخوای عجیب غریب با منت برات انجام میدن. من بیا سوالت رو عوض کنم، نسل زد باید با ما چیکار کنه؟ بس ما نه الان ما تو همین الان که اینجا نشستیم ما میتونیم ایجنت بسازیم. ایجنت من واقعا میتونم بگم 90% کارهای حجمیمون رو انجام بده. و اون خلاقیتی که ما داریم و خیلی روی این ایجنتمون پیاده سازی کنیم. یعنی میتونیم، حالا من زیاد نمیخوام دیپ بشم، حالا تو اینترنت سرچ کن ساخته مثلا معمولا انگلیسی مثلا AI ایجنت اینا که یه سری هوش مصنوعی ها رو به هم وصل میکنی، شیت میدی، گوگل درایو میدی، اینو میدی، وظایفش رو تعریف میکنی، وصل میشه به وردپرس یا هر سایت دیگه ای، ترند استخراج میکنی که همه کار داره انجام میده و تو هی اینو چیز بکنی اصلا نیاز به نیروی انسانی نداری. این از این، یعنی میتونه نسل زد بیکار باشه. هوش مصنوعی داره قوی میشه. هوش مصنوعی نه ها، ایجنت های مبتنی بر هوش مصنوعی واقعا دارن قوی میشن و خیلی از کارا رو میتونه اون متخصصی که مثل ماها چندین سال کار کردیم به جای اینکه بیایم به این نیروه بفهمونیم، به ایجنت راحت تر میفهمونیم. پس اونا خودشون یه چالشی دارن. دوما اینکه نسل زد رو باید یه مقدار ول کنیم دیگه. اون سیستم چالش نداشته باشیم، ما چالش نشیم با هر جوری حالش میکشه باید کار کنه. باید اینو قبول کنیم. سخت میشه. چقدر میخوای پول بدی مثلا یکی الان کاور بشه؟ واقعا زندگیش بتونه خونش رو بخره، سفر هالیدی بره خارج از کشور، نمیتونی اون پول رو تامین کنی. نمیتونی. آره دیگه. مثلا کی میتونه تامین کنه اینجوری زندگی نرمال رو با این کارمندی؟ پس باید حداقل ول کنیم تو محیط کارشون حال بکنن، طوفان فکری کنن، با هم دیگه رفیق بازی بکنن، سیگار بکشن، هر کاری دوست دارن، هر از گاهی هم یک کاری برای ما انجام بدن. پس یه وارد چالش باشون نشیم، هر جور دوستان زندگی بکنن. آره اتفاقا بهترم کار میکنن، شب میشینه یهویی کار میکنه، صبح میشینه. اصلا مدل اسنپی شد تو کل دنیا این چالش رو داریم. یعنی آدما میگن وقتی حالش رو دارم کار کنم، وقتی ندارم بگیرم بخوابم. یه مدل اینجوری هم میتونیم باهاشون بریزیم دیگه. آقا دیسیپلین مدیریتی و ما مدیرمون رد میشه، من کارمندی کردم، امکان نداشت خودم رو اینجوری جمع نکنم. با اینکه مدیر پروژه بودم، یه سمتی داشتم اونجا، به عزت احترامی داشت. الان من رد میشم اصلا یادشون نیست اصلا مدیر اومد. اشکالی هم نداره. این نسله و به نظر من خیلی نسل جذابی هم اصلا. پس من اول و آخر بحثونو بخوام به هم وصل بکنم، راه نجات ما هوش مصنوعی است. ما یه مقدار از کارامون رو میتونیم به ایجنت بدیم که یه مقدار از نظر منابع انسانی کم بشیم. الان دانشگاه‌های بزرگ دنیا این ترامپ میخواد میگه همشون باید آنلاین بشه. چه خبره؟ این هم بود چرا دارید میکنید؟ وقتی الان مثلا من اکانت پریمیوم لینکدین رو گرفتم، فقط هوش مصنوعیش میپرسه میخوای چیکاره بشی، اونو میگی خودش دوره رو میچینه برات. میدونیم بس خیلی از کارهای حجمیمون رو میتونیم از ایجنت ها استفاده کنیم. یه سری نسل زد خلاق هم نیاز داریم کنارمون باشه. اتفاقا اینا راحت باشن بیشتر خلاقیت دیگه تفاوت ما با هوش مصنوعی، وگرنه داده و هر چی بگی که اون بیشتر داره.
ما فقط خلاقیت رو میخوایم. اینا خلاق باشن باید اونجوری که میخوان کار بکنن. حالا یه سوال ذره تخصصی تر بپرسم، در استفاده از هوش مصنوعی ما رفتیم، حالا من واقعا خودم به شخصه فردا واقعا باید واردش بشم با این ای آی ایجنتی که از اون چالش نسل زد هم تو بین بچه‌های خودمون فاصله بگیرم. خب توی این مسیر ای آی ایجنت چه خطراتی، مهمترین خطری که هستش چیه فکر می‌کنی؟ یعنی چون خودت در دیگه حرفه‌ای داری استفاده می‌کنی. ببین من حرفه‌ای استفاده نمی‌کنم. من الان تونستم مثلا یه دونه ایجنت بسازم برای اولین بار، هم جمینای وصل کنم بهش، هم یه سری پیراینا مثلا ساخت ویدیو هستن، این یه دیلی 5 ثانیه‌ای مثلا بدم بین ای پی آی پرامپات و اسکریپت اون ویدیو رو بسازه. بعد من یه شیتی در اختیارش میذارم، اینجا اینو میذاره از این شیته برمی‌داره موضوع اصلی رو 4 5 تا هوش مصنوعی رو میچرخه، آخر سر یه 5 ثانیه به این چیز میده که بسازه و یه 5 ثانیه صبر میکنه، دومی رو میده، چون این لیمیت داره، اینا بیشتر از 5 ثانیه نمیتونه. تو من توکن هم مصرف کنم، ولی مثلا در حد 10 سنت مثلا برای یه ویدیو جنریت میشه. نهایتا یه ویدیو 10 دقیقه‌ای به من میده، تو گوگل درایو هم آپلود میکنه و میتونه تو یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی بذاره. یه جورایی با آواتار خودم هم. حالا یه خروجی گرفتم. ایجنت به نظر من نمیتونه مثلا سوتی بده بشه، ولی یه جایی ما ولش کنیم. این باید همیشه به روز بشه، همیشه باید به روز باشه. یعنی شما روزی باید 2 ساعت بشینی این باگاشو در بیاری، ترینش کنی، بگی اگه این کارو کردم بهتر خروجی میده، اگه اینجوری، بعد مسلط به هوش مصنوعی باشی، بگی اینو اینجا اینکلود کنم، یه دونه ریویو هم این بکنه، آقا این صدا رو در میاره. خب من توضیحات ویدیو نیاز دارم بنویسم تو یوتیوب، ولی مال 10 دقیقه رو باید بنویسم. پس یه جایی باید آیدیو اینو جدا کنم، بدم دوباره توضیحات بنویسه برای نمیدونم لینکدینم، برای تلگرامم، برای اینجا. میدونید یه پروسه نسبتا پیچیدیه اون ورک فلویی که داریم ما میچینیم و این اینپوت اوتپوتش خیلی پیچیده است، ولی خب میتونیم آروم آروم این قضیه رو ببریم. من ریسکی توش نمیبینم با این سرعت رشدی هم که داره، رقابتایی هم اتفاق افتاده. الان وی ای او 2 رو تو جمینای ادوانس گذاشت، رایگان لانچش کرد گوگل، همه چیزش هم داره رایگان میشه، خیلی دستمون بازتر داره میشه. پس اوکی دیگه. سوالاتون پرسیم، دست شما درد نکنه. مرسی که به ما وقت دادی. بازم تشکر از بین این همه شلوغی ها. نه سر شلوغی کارت درسته. دم شما گرم. مرسی، ممنون. قربونت. حرفی هستش؟ نه حرفی نیست. من یه چیزی به همه میگم، به نسل زد، به هر کسی که یه جورایی تو فکرش یه کاری انجام بده، شروع کنید. من مثلا اون ایجنت رو میترسیدم استارت بزنم، چون یه سرور به خصوص می‌خواست، یه چیزی شروع کردم، بالاخره بالا آوردم. هنوز تموم نشد، یه ماه دارم روش کار میکنم، ولی اون شروع کردن سخت‌ترین نقطه بوده. قبلا هم که مثلا من کار میکردم، باز کردن لپتاپ سخت‌ترین نقطه شروع من بود، بعدش دیگه میرفتم جلو. اون استارتر رو خیلی روش متمرکز بشم. شروع کنیم، شروع کنیم، هر کاری دوست داریم شروع بکنیم، تهش درست در نمیاد دیگه. میدونی اوکی میشه، ولی بازم منفعتش بیشتره تا استارت کنم. قربونت، فدات بشم. قربونت. ان شاء الله بازم ببینیم. مخلصم، من در خدمت هستم. مرسی از دعوتت.